خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از سری برنامه‌های آشپزی شفته با شفته. امیدوارم که حالتون خوب باشه. مثل همیشه باید بگم که اینجا کلاس آموزشی نیست، فقط می‌خوایم با هم دیگه آشپزی کنیم چون آشپزی لذت بخشه. امروز می‌خوایم یک سالاد بسیار معروف و دوست داشتنی و محبوب درست کنیم. موادش هم بسیار راحت تو هر خونه پیدا میشه. خب امروز می‌خوایم با هم دیگه سالاد یونانی درست کنیم. پس با ما همراه باشید. خب مواد اولیه سالاد یونانی رو خدمتتون عرض کنم. بسیار ساده است. کاهو داریم، پیازهای قرمز داریم، خیار، گوجه و لیمو. پنیر فتا داریم و همونطور که از اسم سالاد مشخصه، سالاد یونانی بدون زیتون نمیشه. زیتون سیاه هم داریم. خب اینا مربوط به سالاد بود که بسیار ساده است و درست کردنش کاری نداره، ولی در کنارش میخوایم سسش هم درست کنیم. برای درست کردن سسمون روغن زیتون داریم، یک مقدار اوریگانو، آبیشن، سس خردل، نمک و همین لیمویی که خدمتتون عرض کردم. خب بریم که کار رو انجام بدیم. مطمئن باشیم بهمون خوش میگذره. خب بریم سراغ خورد کردنیامون. کاهو که کاری نداره، هر جور که دوست دارین خورد کنید، درشت، ریز. از هر کاهویی که دوست دارید استفاده کنید. کاهوی معمولی، چینی، فرانسوی. خب بریم سراغ خورد کردن خیارامون. همین راحت می‌بینید که اصلا کاری نداره، این سالادهای دیگه است. موادش تقریبا سسشه که بیشتر متمایز میکنه. و بریم سراغ گوجه. گوجه هم هر جوری که دوست دارید میتونید خورد کنید. میتونید برش بدید، میتونید نگینی خورد کنید، حلقه‌ای خورد کنید، نصفه، هر جوری که دوست دارید. من اینجوری خورد میکنم. میریم سراغ مهمترین چیز، پیاز. از پیاز قرمز استفاده کنید، بسیار طعم خوبی داره. پیاز هم نصف میکنیم و به صورت حلقه‌ای ببینید به این شکل. یا میتونید از این ور برش بزنید. ببینید چقدر قشنگ میشه. پیاز هم نمیخواد زیاد بریزید، همینقدر کافیه. ببینید چقدر خوش رنگ شد. خدا کی بازی رنگا رو ببینید. قرمز، سبز، ابی، بنفش. حالا خوش رنگ ترم میشه. چرا؟ چون میخوایم زیتون سیاه بریزیم. میتونید هم به صورت کامل بندازید داخل سالادتون، هم میتونید از وسط نصفش کنید، میتونید از حلقه حلقهش کنید. کاملا سلیقه دست خودتونه. ما همینجوری درسته میریزیم. و در آخر نوبت پنیره. پنیرم همینجوری پخش و پلا کنید، اصلا مهم نیست، سخت نگیرید، فقط دستتون رو قبلش بشورید. یا میتونید با چاقو به صورت نگینی در بیارید. رنگ رو نگاه کن. حالا بریم سراغ درست کردن سسمون و در آخر هم میزنیم. روغن زیتون داریم، اوریگانو میریزیم داخلش، آبیشن میریزیم. اگه خود برگ آبیشن داشته باشید که عالیه. سس خردل، زست لیمو. زست لیمو چیه؟ زست لیمو یعنی پوست لیمو رو در واقع ازش جدا کنیم به صورت پودر. وسیله‌های مختلفی هست. با رنده دندریز هم میتونید این کار انجام بدید. بسیار عطر طعم خوبی میده به سسمون یا هر چیزی که ازش زست استفاده میکنیم داخلش. و در آخر هم خود آب لیمو.
نمکم میزنیم، درشو میبندیم و میریم برای شیک. خوب هم بزنیم. بره روی سالاد. بریم ببینیم چی هستن. یه دفعه آدم شگفت زده میشه. بفهمید. خب علاقه‌مندان به سالاد دیدین که چقدر این سالاد راحت و سریع آماده شد. از این بعد شبا دیگه سالاد یونانی بخورید. هم پنیر داره، هم تمام چیزهایی که بدن شما بهش نیاز داره. یک غذای بسیار خوشرنگ میتونم بگم. حتما امتحانش کنید و ازش لذت ببرید. من میخوام به جای شما یه تست بکنم. بسیار خوشمزه بود، یعنی جاتون واقعا خالی. خیلی ممنون که تا پایان این قسمت هم با من همراه بودید. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. اگه لذت بردین لایک پایین رو همین الان فشار بدید تا این ویدیوی من به دیگران هم ساجست بشه. اگه از این دست ویدیو خوشتون میاد کانال رو سابسکرایب کنید و اگه مشخصا از این ویدیو لذت بردین لایک فراموش نشه. نظراتتون رو تو کامنت ها با من در میون بذارید. خیلی ممنونم که بار دیگه در خدمت شما هستم تا یه برنامه دیگه و یه غذای خوشمزه دیگه. خدا نگهدار.